می‌نویسم نسخه بدون طرفش گامای وای رو تاکید میکنم و Z و گاما مختلف میمونن ها. اون پارامترهای ذاتی به این شکل تغییر پیدا میکنن. ولی این عدد مختلفه کماکان و اینم مختلفه و البته اینم مختلفه. تو عدد کلیش البته میگم این Z صفر میشه R صفر. بنابراین میشه گامای وای دو دی به توان منهای دو به جای گاما نشست جی دیگه جی بتا. این نسخه بدون تلف این خط و به طور مشابه اینجا زد وای میشود آر صفر. فقط همین تغییر پیدا میکنه دیگه. یکی به علاوه گامای وای که گفتیم میتونید طرفین وسط این کنید، یعنی اینجا بر حسب امپدانس بر حسب ضریب انعکاسه، میتونم برعکس اینو ضرب کنید اینطوری میشه دیگه. گاما میشه زد وای منهای آر صفر زد وای بر آر صفر. نسخه کلی‌ترش سیاه رنگ زد وای منهای زد صفر زد وای به علاوه زد صفر. خب اینجا هم که بنویسید اینطوری خواهد شد دیگه. وی وای مساوی با وی مثبت وی به توان جی بتا دیگه. برای تاکید نیمای مثبت می‌نویسم و همینطوری آی وای خب حالا یکی رو اینا به طور مشابه اینجا رو بنویسید. حالا یه دونه هم دیگه این همین نوشتم، این یه دونه بنویسیم اینطوری خواهد شد دیگه. وی وای آی وای کوسینوس بربولی دیگه جی نمیاد بیرون، بنابراین این جی نداره ولی این دو تا جی خواهند داشت. کوسینوس تتا ما معمولا این بتا وای دیگه، بتا ضرب در وای، معمولا بتا ضرب در ال رو بهش اسمش میذارن تتا، بهش میگن الکتریک لنگث، طول الکتریکی. حواستون باشه همون طوله دیگه، حالا یه ضرب شده. این میشه فیزیکال لنگث متر، الکتریکال لنگث واحدش رادیان دیگه بدون دیمانسیون. پس ال خطی هم هستن دو تا دیگه. فیزیکال زاویه است دیگه، طول الکتریکی زاویه است. حالا علت این تعریفش بعدا می‌بینید، اهمیت این زاویه خیلی برای ما مهمه. حواستون باشه با توجه به اینکه این کمیت با طول رابطه خطی داره، اگه تناسب ببندید این رابطه نکنید تتا مساوی است با بتا ال. من برای مثلا طول لامدا اینو بررسی کنم میشه بتا ضرب در لامدا که میدونید که برای طول لامدا اختلافات میشه دو پی دیگه، میشه دو پی رادیان. پس حواستون باشه الکتریک لنگث چیزی با جز طول نیست. البته اینفورمیشنش ها، این کمیت همون طوله ولی ضرب در کمیتی شده از جنس رادیان در میاد تا اطلاعاتش یکسانه. به جای اینکه بگن طول یه خطی، نگاه مثال نکنید، به جای اینکه بگن طول یه خط لامدا چهارمه، مثال دارم میزنم، میگن طول خط پی دوم رادیانه. این دو تا هم ارزن، این دو تا جمله که به جای اینکه طول خط لامداست میگن طول خط دو پی رادیانه. این با تناسبی داره، یعنی اسکوزاری. این حالا بعدا ببینید بسیار رایج‌تره، بعد جلوتر خواهید بود. دلیلش هم میگم چرا ما بیشتر با این زاویه کار می‌کنیم. راستش شروع اون استدلال و دلیل ما بخاطر اینکه همه جا ما زاویه رو داریم، یعنی بتا ضرب در وای، هیچ موقع وای تکی نداریم. حواستون باشه کنار وای بتا وجود داره. بنابراین دو تا رو یه پارامتر دیگه بهتره که دو تا رو دو تاش مانور بدیم، بتا وای تتا. همه جا کل رابطه روی این غیر از اینی که حالا کنار وجود داره، این بحثی هم خواهم کرد. حالا بهش میگن جمله دومش بهش میگن اسکیلینگ. این روی این جمله بعدا بحث میکنم از نکات بسیار مهم ترانسمیشن لاین. خب این فرمولاسیونی که ما داشتیم، من بهتون گفتم ما خیلی به فرمول کار نداریم. فرمولا دارم، ما بحث من اینه که این رابطه چی میگه، چجوری بحث میکنم، کاربرد چیه و الی آخر. من اول این رابطه اینو شروع کردم درس قبل، بذار اون شروع کنم. یکی از دوستان دو سه جمله بگه. اگه به شما این رابطه رو بگن تو دنیای ریاضی، من شروع کردم. این آبی و این سیاه. این رابطه چی میگه؟ جلسه قبل داشتم. ادامه جلسه. این یک کاملا درسته. دیگه چی؟
دو کاملا درسته. دیگه چی؟ خب حالا من 4-5 دیگه اضافه میکنم. ببینید این جملاتی که اضافه میکنم، این خانم مهندس بعدش میگه که بدیهی بود، منم میدونستم. اون میگه میخوام صحبت کن، نه اینکه صحبت کن من میخوام حرف بزنی دو طرفه باشه. یعنی اینجوری بحث کن. ببینید چقدر بدیهیه و چقدر جالب میشه. من میتونم 20 تا جمله خودم بگم، چرا مدرس من میگه، چرا کتاب نگاه کنم. اولا برمیگردید بگی که این رابطه چی رو داره میگه، اصلا اسم این پارامتر چیه؟ این پارامتر چیه؟ ضریب انعکاس است. پس فرمول اولین جمله من فرمولی است که ضریب انعکاس رو به من میده. اصلا من نمیدونم چیه، قبلش اصلا شما میگی باید بدونی فرمول چیه. نه، پس این رابطه چی رو به من میگه؟ یک ریفلکشن کوفیشنت رو به من میده، ضریب انعکاس رو داره برای من معرفی میکنه. جمله اول. پس ببین نکنید یک، حالا ترتیب خیلی اهمیت شاید نداشته باشه. نکته یک ضریب انعکاس، پس اینو به ما میده. نکته دو اینی که این کمیت حواستون باشه از این رابطه اومد دیگه. این بای دیفینیشن بنا به تعریف اگه یادتون باشه فازور موج انعکاسی بود به فازور موج تابشی. خب اینو من میدونستم. بله میدونیم، ولی اینو بیان کنید. سه میدونم بدون واحده، بدون دیمانسیونه. 4 میدونم هرگز این کمیت فراتر از 1 نمیره. هنوز رابطه داره میگه. بله خیلی تو بد نشست، بعضیا صراحتا معلومه، کاملا سریع اینا رو دیده میشه. اینا اگه بنویسم اینطوری هم بود دیگه، وی منفی به وی مثبت ای به توان منهای 2 گاما پای. 5 حالا یکی نکاتی که دوستان گفتن نکنید. میگه اگر حالا دوست عزیزمون که گفت فرض خط بی تلف دیگه، اگه آلفا صفر باشه یعنی فرمول آبی رنگه. اینجا این داره میگه که اندازه این با اندازه این یکی. حواستون باشه خبر دارین دنیای ریاضی دیگه، ای به توان جی هر چیزی اندازش یکه دیگه، اندازه اینجا میاد دیگه یک. بنابراین اندازه این عبارت با اندازه یکیه، یعنی اندازه گاما در نقطه 2 در هر نقطه یا با نقطه دیگر برابر تمام نقاط خط. معمولا اندازه گاما رو یه اسم داشتیم توی باچه هم میتونی نشونیم اندازه رو بعد رو اینطوری بنویسیم، روی وای مساوی است با کانستانت. تمام نقاط خط دامنه ضریب انعکاس یکسان دارن. این در خط بی اتلاف ها. این پس این جو دوستون گفتش من دارم میگم. 6 یکی دوستان دیگه اشاره کرد، فازش هم اختلاف فاز این دوتا میشه 2 بتا وای، یعنی دلتا برای این حالت دلتا فای اختلاف فازه هست منهای 2 بتا ضرب در اون فاصله. که من گفتم که روی این 4 تا بحث کنید. منفی یعنی چی؟ 2 یعنی چی؟ بتا یعنی چی؟ وای یعنی دونه دونش. منفی هم ببینید منفی از این ایده برمیگرده که من تو دنیای فیزیک و کاربرد ریتاردیشن دارم، تأخیر دارم، دیلی دارم، تقدم معنی نداره. بنابراین از اونجا جی تی منای تی صفر فیزیکاله. اگه مثبت بذارم میشه مثبت، ولی مثبتی نداره دنیا من. دوش میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ضریب انعکاس دو نقطه رو موج اینجا میاد برمیگره 2 بار مسیر رو طی میکنه. واقعا یعنی که فاصله زیاد باشه ارتباطش داره. بتا چی میگه؟ بتا فرکانس دیگه. یادتون باشه بتا فرمول چی بود دوستان؟ اومگا رادیکال ال سی. حالا ال سی که مشخص باشه، بتا همون فرکانسه از نظر اطلاعاتی. این معلومه که این ایده فقط تو فرکانس بالاست. فرکانس پایین اختلاف فاز نداره که. فرکانس پایین اختلاف فاز صفر، متناسب با فرکانس خواهد بود. یعنی دونه دونه من دارم بحث میکنم. پس یه رابطه رو میبینم، نه 2 جمله بدیهی، 20 تا جمله میتونم روش بحث کنم. شاید خیلی وابسته باشن، یعنی منظوری که اطلاعات جمله بند 4 با بند 7 یکی باشه. شاید خیلی اهمیتش خیلی اساسی نباشه، ولی به اصل دوست دارم که تعداد موارد زیادی داشته باشیم. 7 اینجا من دارم می‌نویسم. ببینید این رابطه گفتیم که هر عددی رو میشه نوشت به صورت دامنه و فاز یا ریل و ایمیجینری. اگه این رابطه رو اینجا اعمال کنم، رو 2 میشود رو 1 بقیه چی؟ درود بر شما.
ای به توان منهای 2 آلفا ضرب در اون فاصله رو بزنیم فاصله دو نقطه رو بگیم وای دیگه دلتا رو هم ننویسیم. ببین دوستان چی میگه. حالا اینجا مثلا فاصله دو نقطه به این شکل روی وای میشه رو صفر طبیعتا دیگه وای بزنیم صفر اینطوری میشه دیگه. این رابطه داره میگه که احسن این محور وای رو به این ور دیگه رو به انتهای خط هر چی از انتهای خط به ابتدای خط نزدیک میشید دامنه ضریب انعکاس کم میشه. این انتهای خط وای صفر محور وای دیگه دامنه کم شد. بند بعدی چی میگه؟ میگه حواستون باشه اگر یه خطی داشته باشید طویل باشه منظوری که عدد بزرگ باشد و آلفا این زیاد باشه خط اتوماتیک ضریب انعکاسش میشه صفر. یعنی خط طویل حالا میل به سمت صفر رو بنویسم که یعنی شما یه خط طولانی دارید کابل دارید همین کابلی که الان دارید ببینید اگه طولش زیاد باشه حالا معیار طول اینه که آلفا وای از یک به طور مشخصی بزرگتر باشه 5 و 6 هم باشه کفایت میکنه. حالا اینجا نیاز به 10 هم نداره حتی. اگه آلفا بذارید 5 مطمئن باشید که اینجا موج میتابونی چیزی بر نمیگرده برگشت انتها ممکنه عامل انعکاس باشه ولی چون دمپ میشود چون میرایی داره چیزی به ابتدا بر نمیگرده. من شکلش هم جلسه قبل رسم کردم پس حواستون باشه. حالا برمیگردید بله نه دیگه این حالت این اصلا رو بتا نداره که اندازه است. ببینید اینجا این عدد هست رو دوستمون گفت دیگه رو 2 ای به توان جی بتا 2 جی فی باشید فای 2 اینجا هست رو 1 ای به توان جی فای 1 حالا اینجا فای 1 منها به اضافه 2 بتا وای که شما داری استدلال می‌کنی اینجا هم ای به توان منهای 2 آلفا وای اینجا هم منها مثبت این منها درست. این رابطه اینطوریه قبول دارید یا نه؟ نکنید این عدد دیگه هر عدد مختلفی رو سر دامنه و فاز نوشتم. این عددم دامنه و فاز نوشتم این دو گاما رو نوشتم 2 آلفا و 2 جی بتا. خب اگر از این ابسولوت ولیو بگیرید اصلا این ترم حذف میشه این ترم هم حذف میشه رو 2 شد رو 1 به توان منهای 2 آلفا. درسته؟ بله ایشون عالی گفتن. بله اصلا معلومه ببین دامنه به بتا ربط نداره دامنه از تاثیر آلفاست تاثیر دمپینگ میرایی میشه. این استدلال ما اینطوری بود جلسه قبلا گفتم که فرض کنید که این بردار دست من موجی که داره میتابونه تو خط این خط انتقال یا محیط انتقاله خط انتقال واقعی است طرف داره موج که داره حرکت میکنه این دامنش داره کم میشه دامنه این موجی داره میتابونه کم میشه رسید به مثلا به لود اینجا دیگه میخوره به لود میخواد برگرده. فرض کنید تو برگشت حالا نصف شد برگشت هر عددی فرق نمیکنه با دوباره تو برگشت خود این بردار برگشتی هم اون تابشه رو دیدی شکلشو دیگه بردار برگشت هم مرتب کم میشه اگه طول خط زیاد بشه هیچ دیگه نموند دیگه این رفت. ولی اینجا که داره آنالیز میکنم انعکاس نمیبینم اینجا آنالیز کنه انعکاس رو میدید یا از دید ابتدای خط روز طول خط طویل باشد چیزی برنمیگرده. شکلی که رسم کردم اینطوری بود. ببینید جلسه قبلا با رنگ نشون دادم گفتم فرض کنید که اینا ولتاژ تابشی باشه دامنش رسید به انتهای خط حالا مثلا اینجا تا اینجا هم بریم توی بازتاب مسیر برگشتش فرض کنید نصف شد برگشت توی انتهای خط این دوباره اینجا هم کم میشه دیگه اصلا این نرسید اصلا نسبت سیاه به آبی در هر نقطه چه ضریب انعکاس نکن اینجا خیلی بالاست نزدیک نیم بود هرچی این ور میاد کم میشه به دو دلیل نکنید دو دلیل اولا تو رفت تابش کمه یعنی آب این برنامه خیلی بزرگه تو اینجا ثانیا تو باستاب این نقطه دیگه الان پاره خطه شد نقطه یعنی هم به دلیل اینکه در این مسیر کاهشه هم تو این مسیر این دلیل دو تا مسیر افتاد این ضریب 2 معنی داره منفی معنی داره آلفا معنی داره اگه آلفا باشد خیلی بزرگ باشد موج صفر میشه اگه فاصله خیلی طویل باشد دوباره ضریب انعکاس صفر میشود. بنابراین رابطه به این شکل. اگر هم خواستید بنویسید مثلا میتونید بنابراین 9 حالا به طور تلویحی دیگه ضریب انعکاس توان روی پاورم دقیقاً هست بر اساس وای دیگه اتم این به توان 2 دیگه میشه رو صفر ای به توان منهای 2 آلفا وای.
روی در هر نقطه دیگه روی من 4 رو پاورش ضریب انعکاس توان مربع ضریب انعکاس ولتاژ. دلیلش اینه که در هر نقطه‌ای پی هست قطر مطلق وی به توان 2 تقسیم بر آر3 فقط. همین که قطر مطلق به توان 2 برسونید یه ضریب 2 هم میاد کنارش. و البته من تعدادی رو نوشتم، میتونید خیلی بیشتر از این بحث کنید. پس مثلا اگه بخواد بگی حالا چی آیا مونده، بله من بگم مثلا واقعا 4 5 تا دیگه هم میتونید فکر کنید. مثلا حواستون باشه 10 اگه رو ضریب انعکاس بحث میکنید روی اینجا مثلا یا حالت دیگه روی وی منفی هم بحث کنید. در خط طویل موج یه طرفه میشه. اینجا رو نکنید این شکل آبی، اینجا موج فقط داره میره برگشت در کاری. یه مقدار جزئی این سیاه رنگ موج برگشته دامنه خیلی کم داره، یعنی ریفلکت ضعیف دارید. انگار من دارم اینجا صحبت میکنم، صدای من میخوره به دیوار، پژواک میکنه میاد به طرف من. خب پژواک تو اونجا خیلی قویه، یعنی شخصی اگه بخوای سنسور پژواک سنجش میتونید بفهمید که موج برگشته. هی کم میشه. تو اینجا دیگه فقط موجی که داره سنس میشه، فقط موجی که من دارم مستقیم دایرکت صحبت میکنم به اون سمت، برگشتی دیگه نخواهد داشت. بنابراین این میخوام بگم که حواستون باشه هر لحظه تو ذهنتون باشه که منظور از گاما وی منفی به وی مثبت ها. اگه میگید این صفر بشه این صفر میشه. وات ایلس دیگه چی؟ بله خیلی چیزای دیگه وجود داره. مثلا میگید که من با این رابطه کوبلش میکنم، این رابطه همون رابطه فرق نمیکنه. میگید جایی که ضریب انعکاس به سمت صفر میره، اینجا گفتیم ضریب انعکاس صفر میشه. نکنید خط طویل دارید، حالا اینجا فرض کنید خط رو برش دادم خیلی بزرگه. اثبات ما این بود دیگه، نشون داریم اینجا ضریب انعکاس به سمت صفر رفت. اینجا خیلی ممکنه بزرگ باشه، ممکنه 8 9 حتی 1 باشه دامنش، ولی چون تلفاتی اینجا به سمت صفر میاد. میگه گاما صفره، خب بنابراین زد این برابر امپدانس توی این نقطه میشه زد صفر. یعنی من یاد گرفتم و رو رابطه بعدی هم بحث میکنم یعنی یه جمله رو میام تو 10 جای مختلف اثر میدم. یک خط انتقال یا محیط انتشاری که طویل باشد امپدانسش با زد صفر یکیه، اصلا رابطه به طول نداره، مستقل از طولا، چون طول خیلی بزرگه، مستقل از لود. برای مهم اتصال کوتاه است، مدارباز یا هر شکل دیگری، اینقدر طول زیاده که اصلا خبری نمیاره. اصلا انگار شما یه شخصی رو فرستادید یه چیزی بیاره، یه سطل آبی من دادم ببره، تو رفتن آبو ریخته، حالا یه مقدار برگشت، حالا یه مقدار خورده، یا تو برگشتم محو شد، هیچی نمونده دیگه. تو اینجا برگشتی نه، اصلا هیچ خبری دیگه تو ورودی نیستش. تو این حالت امپدانس برابر زد صفره، اثری از طول نیست. بله. توی شماره 10 گفتید که وی میره به سمت صفر. بله. خب این به وای هم بستگی داره از کجا ما نه دیگه وای نه، شما میگید تا جایی خط طویل، یعنی من انتهای خط توی نقطه ملاحظه کنم تا انتهای خط دیگه، تو نقطه وای از انتهای خط تو بی‌نهایت دیگه، تئوریتیکالی درسته؟ شما هر نقطه‌ای در نظر بگیرید تا انتهای خط فاصلهش بی‌نهایته، درسته؟ وقتی میگه خط طویل حدش یعنی تئوریش یعنی انگار طول بی‌نهایت نیست، 10 متر 2 متر شاید 1 متر حتی باشه، درسته؟ ولی تئوری اگه بی‌نهایت باشه توی نقطه فاینال که من میگیرم فاصله اون نقطه محدود تا بار تئوریتیکالی بی‌نهایته، درسته؟ میشه زد صفر و جلو مثلا که یه تنظیم‌انداز مشکل وجود نمیاد که امپدانس داره تغییر می‌کنه تو خط. امپدانس تغییر نمی‌کنه اتفاقا. امپدانس نه، تو نقاط مختلف که یه نکته اینی که جمله گفتی تیشه به رشته علم مدار و میدان چیز زدید، مهندسی برق زدید. مدار اصلا مدار ماهیتش تغییر امپدانسه. مدار بدون تغییر امپدانس معنی نداره که ساختاری که امپدانس تغییر نداره به چه دردی میخوره. شما توی مدار الکتریکی هم که 10 تا المان در نظر بگیر، سمت چپ نقطه صفر امپدانس فرق میکنه دیگه. اینجا هم تو خط انتقال یادتونه گفتم مدار است، یعنی امپدانس نقطه به نقطه داره فرق میکنه. اصلا این رابطه داد میزنه دوست عزیز. نگاه کنید میگه خط انتقال مکان امپدانس های متغیر خطه، درسته؟ نگاه کنید تابع وایه، امپدانس فرق میکنه. ولی نکتهش از فرض کنید خط طویله، من یه جاهای دیگه دیدم زد تقریبا به زد صفر میل کرد، قبل از این دیگه زد صفر میمونه دیگه تا آخر، درسته؟ مثلا یه خطی داری تا اینجا تا اونجا مثلا هزاران متر طول طویله. خب اینجا دیگه حساب کردم دیگه سنسور من زد صفر نشون داد، دیگه از اینجا تا منبع فرق نمیکنه، تو زد صفر میمونه دیگه، درسته؟ بعد اینجا ثابته. ولی کلا حواست باشه امپدانس خط انتقال ایمپدانس ترانسفورمره،
گرفتی چی میگم؟ شما تیشه بریشه، یعنی مدار من دارم استفاده میکنم که امپدانس رو تغییر بده دیگه، درسته؟ امپدانس از ماهیت و زیبایی بودم به این میگن گلدن رول، درسته؟ رابطه طلایی رابطه امپدانس متغیره، امپدانس باید عوض بشه اصلا من از این استفاده میکنم، کل دنیای فرکانس بالا رو با امپدانس متغیر دارم تعریف میکنم یا شکل میدم. بله بله ضریب انعکاس توان اندازه ضریب انعکاس ولش به توان. حالا بهتون میگم دیگه، شما پاور مگه نیست وی آی استار یا وی اندازه وی به توان دو، اون مخرجی که آر صفره که فرق نمیکنه، درسته؟ وی خودش ای به توان منهای دو آلفا وای داره، درسته؟ یه توان دو هم بیاد میشه منهای 4 آلفا وای، درسته؟ روی پاور ریفلکشن کوفیشنت. بفرمایید. ما ترم پیش خط بلند رو تو درس بررسی سیستم قوا، خب ولتاژی که می‌دونیم خیلی بلند بود، بعد خط بلند و ماهیت مثلا 250 کیلومتر بالا حساب می‌کرد. الان اینجا تعریف ما خط بلند چیه و چه ولتاژی میشه؟ اینو من دقیقاً جلسه اول درس گفتم. کی میتونه کمک کنه ما؟ درود بر شما. ملاک ما لانداست. یکی از چون بعضی از دوستان که زحمت کشیدن سوال فرستادن، بخش سوالا رو هم مرور کردم، به کامنت میدم. حالا راستش سوالا هنوز پختگی کافی رو نداره، ولی واقعیت اینه که این سوالا نوشتم برای شما. یک خط ممکنه 250 متر باشد ولی کوچیک باشد، در این حال کنارش یک خط ممکنه 2 متر باشد ولی بلند باشد. ملاک ما لانداست. تو همون درسی که خوندی اینطوری بوده. مثلا نباید بگن 250 کیلومتر، باید بگن حواستون باشه لاندای ما 3 ضرب در 10 توانش تقسیم بر 50 60 کیلومتر مثلا کیلومتریه، مگامتریه. اونجا دیگه اگه میخواد خط طویل باشه باید خیلی بزرگتر از کیلومتر. اینجا لاندای ما سانت میلیمتره. کاری که مثلا سپرتا رو انجام میده امواج میلیمتری، یعنی طول موجش 1 میلیمتره. خب خط 1 سانتی میشه خط طویل. خط 1 سانتی دوستمون که گفت، یعنی تو اینجا که شما میگید من 1 سانت از لود بیام اینورتر، امپدانس مچ اتوماتیک 2 سانت بیام مچ، 5 سانت بیام مچ، درسته؟ بستگی به ویو لنگث داره، پس درسته؟ خب این بس این جملات رو بستش بدید، حتما حواستون باشه. پس جمله چه میگوید؟ پس اینطوری میگه دیگه. حالا بند صفرش، حالا ترتیب گفتم خیلی مهم نیست، داره میگه که ضریب انعکاس دو نقطه را بر حسب هم بیان میکند، ربط میدهد و الی آخر. پس این جملات بنویسید دونه دونه، یعنی خیلی ساده است ولی حتما اینطوری بحث کنید. من دارم میگم این بحثی دارم میگم توی درس خط انتقالم نداره، یاد بگیرید تو درس‌های دیگه هم این فرمول اینقدر اولین چیز. بعد ولیدیتی رنج اصلا 2 0 بند بالاتر، دایره اعتبارش چی هست؟ چی رابطه؟ پس اگر یه موقع این رابطه رو دیدید، این رابطه رو هرگز برای خط انتقال فیزیکی که تلف داره استفاده نکنید. این خط با فرض بدون تلفه، یعنی نباید از این استنباط. اگه خط تلف داره می‌خواد یه ذره واقعی‌تر، این کلی‌تره دیگه. این اصطلاحا ما میگیم بار اطلاعاتی این فرمول، مثلا این فرمول بزنم فرمول 2، این فرمول 1، معلومه که اینفورمیشن بار 2 معادل 2 کمتره دیگه، حالت خاص 1 بار اطلاعاتی منظور. و حواستون باشه دایره اعتبار، یعنی من کجا استفاده کنم تو خط طرفدار. البته من بعدا نشون میدم این رابطه برای محیط انتقالم عیناً برقراره، برای محیط انتقالم برقراره. خب یکی از نکاتی داره میگه 8 9 10 بگم این رابطه ها بندهایی که دارم میگم مستقل اصلا نیستن. یه بندی رابطه اینه که اگر شما یه خواستید Z0 بسازید، میگه خط طویل بسازید اتوماتیک میشه Z0، یعنی دنبال یه لودی هستم از جعبه افزار الکترونیکی وردارم، میخوام امپدانس این Z0 باشه، میگه به جای این 2 نقطه وردار یه خط طویل، کابل طویل وردار، حالا این فرض کن ال به سمت بی‌نهایت. پس ال به سمت بی‌نهایت این کیلومتر دوستمون نیست، 5 لاندا، حالا لاندا است 1 سانت میشه 5 سانت 6 سانت، کاری نداره اینجا چه خبره، اتوماتیک اینجا انگار بالایی رو وصل کرد، یعنی این بالایی با پایینی یکیه. پس من یاد گرفتم سنتز Z0، یه راه برای ساخت Z0. دوست دارم اینجوری هی به هم ربط بدید، ببین چقدر دنیا زیبا میشه. یعنی من دونه میدونم یک باکس اطلاعاتی خیلی عظیم از یک رابطه رو ببینم. بریم سراغ رابطه 2. پس این یه جمله من ضمنی گفتم، استفاده کردم. حواستون باشه من اگه اون استفاده کنم این تخته 5 تا تخته بشه. یعنی چی؟ یعنی جمله‌ای که بحث می‌کنید اثرش رو اینم ببین، رو اینم ببین، رو اینم ببینا. من این کارو فعلا رو یکی انجام دادم،
گفتم اگر گاما به سمت صفر بره این میشه زد صفر، ولی حالت دیگر هم قابل بسته. چه موقع گاما میشه 1؟ یعنی حواستون باشه اینجا که گفتم ضریب نکات بیشتر از 1، اگه گاما 1 باشه نقشش تو رابطه بالایی چی؟ هنوز بحث نکردم. پس اگر اونو بحث کنم میبینید که دنیای جدیدی باز میشه. یعنی هر کدوم از اینا یه آکولادی میاد، اثرش رو امپدانس، اثرش رو سایر ویژگی ها، رو ولتاژ، رو توان چه میشود. خب بریم سراغ رابطه 2. اصطلاحاً میگن سیلور ایکویشن، رابطه نقره‌ای. اون رابطه برنزی بود، رابطه نقره‌ای رابطه طلایی، یعنی رابطه صدر همه اینا. خب حالا بیاید رابطه 2 رو بحث کنیم. شروع کنیم. 1 2 3. اگه این چارت جلوی من باشه تو ذهنم نمیخوام جمله اول چی میگید؟ این رابطه داره میگه که یه بار دیگه بگو نشیدم راستش. درست گفتی، یه تا الان میگم نشیدم. چی بود؟ آره در مورد امپدانس. حالا یه ذره قشنگتر. احسنت بر شما. رابطه بین امپدانس و ضریب انعکاس رو بیان میکنه. نکته بعدی داره میگه که ببین از خط وقتی از بازار تهیه میشه یا میخرم این مشخصه، درسته؟ یا عدد مشخص فیکسه، درسته؟ این داره میگه که حواست باشه توی مدار، توی خط انتقال، تو محیط انتقال امپدانس چیزی جو ضریب انعکاس نیست. جلسه قبلم نوشتم اینو، درسته؟ امپدانس از نظر اطلاعاتی همون ضریب انعکاسه. یعنی اگر این را بدانید این مشخصه و بالعکس، درسته؟ اونجا میگفتیم دو تا ضریب انعکاس ما رد می‌دیم یا ضریب انعکاس همون امپدانسه. یعنی اگه مدار، من یادم جلسه قبل اینو گفتم اگه یه شخصی مدار حرفه‌ای شده، مدارش خوبه، میتونه کل اطلاعات ضریب انعکاس بر اساس امپدانس بیان کنه اگه بلدی رو اونجا. من بهتره که هر دوتا رو اکسپرت بشن، ولی حواستون باشه امپدانس اطلاعاتش با ضریب انعکاس یکیه. بنابراین اگر خواستید این بحث کنید من 5-6 تا از اینا رو بنویسم، ولی خیلی خوب می‌تونید رو موارد دیگه بحث کنید. خب ادامه بدید دوست عزیز. رابطه دیگه چیه؟ نکته دیگه‌اش 1 رابطه نقره‌ای داره میگه که تو شکلش هم نوشتیم دیگه، شکل قشنگ داره میگه گامای هر نقطه رو با ضد اون نقطه ربط میده. یا داره میگه که بار اطلاعاتی گاما با بار اطلاعاتی زد یکیه. اینفورمیشن این همان اینفورمیشن این در یک خط مشخص. چی میگه؟ آره بله معلومه اگه وای بذاری صفر میشه لود دیگه. یعنی معلومه که ضریب امپدانس لود رو اگه داشتید گامای ال میشه زد المنت های آر صفر تقسیم بر زد ال. میگه اگر خط انتقال امپدانس بارشو بدونید، من از بازار خریدم زد ال خودم اونم وصل کردم دیگه، ضریب انعکاس لود کاملا مشخصه. وای گذاشتم صفر رو، پوت وای 0 وای صفر، ال زیرنویس لود دیگه، محل لود، یعنی جایی که وای صفر است. خب یه نکته هم تو این چارت تصمیم گیری به شما بگم، قبلا نوشتم یه بار دیگه این تکراری است ولی تکراری خسته کننده امیدوارم نباشه. اینه که توی روابط حواستون باشه تو تمام درس‌ها اکستریم ولیو ها، مقادیر حدی و اون آقای خاص رو ژوزف مورینیو معروف حتما توی آنالیز، من توی خیلی از درسام تاکید می‌کنم دوستان، بسیار مهمه من تو رابطه این حالت. یعنی چی؟ یعنی اینجا بیاید بگید که حالا این رابطه مثلا نکنید زد بره به سمت بی‌نهایت، حد خیلی خیلی بالا، بی‌نهایت. بی‌نهایت یعنی چی اسمش؟ اسم فیزیکیش یعنی مدارباز. ضریب انعکاس چی میشه؟ یک. پس این یک نکته است. یعنی مدارباز انحصاری هم ضریب انعکاس یک شناسنامه مدارباز، اسم دیگه. پس مقادیر حدی مثلا پس زد اینجا دارم پس این کلی است، ولی تو درس من میگه زد بی‌نهایت باشه چی میشه؟ اکستریم بعدی چنده؟ زد چند باشه؟ صفر. اسم دیگه چیه؟ اتصال کوتاش. آقای خاصش چنده؟ یه عدد خاصی هم وجود داره تو این رابطه، نه بی‌نهایت نه صفر، آر صفر، یا اینجا زد صفر کلیش. حالا با رنگ سیاه بنویسم. بنابراین مثلا اینجا زد برابر زد صفر. خب اگر این حالت باشه دیدید که گاما می شود مثبت 1.
اینجا گاما میشه منهای 1. اینجا گاما میشه چند؟ 0. میدونید چی داره میگه؟ البته ادامه داره این این 4 تا پس یاد بگیریم تو تمام بقیه روابط همینطوریه. من اینجا دیدی گفتم آلفا 0 آلفا به سمت 0 بره میشه بی تلف، یعنی خط میشه ضریب انعکاس دامنه ثابت. آلفا زیاد باشه چی میشه؟ دمپ میشه. یعنی روابط حدی رو اونجا در نظر گرفتم ولی اینجا یه ذره خاص‌تر دارم بررسی میکنم. بنابراین اینکه چه موقع این 0 میشه و چه موقع 1 میشه این داره میگه حواستون باشه چه لود. حالا گفتم اینو تصویر دیگه اینه دیگه. این کلمه یعنی چی دوستان؟ آره چند درصد توان برمیگرده؟ مربع این اندازه این به توان 2 میشه 1، یعنی 100%. اندازه این به توان 2. اینجا هم روی پی 1 100%. یعنی میگه که من یه کابل از بازار خریدم، یه کابل نظر بگیرید این مغزیشه، اومدم یه واشر بستم اتصال کوتاه کردم مغزی رو به بدنه شورت شده، یعنی یه اینجا گرفتم اینجا شورتش کردم. میگه مطمئن باش کل موج برمیگرده، کاملا هم بدیهی است. یعنی حواستون باشه این بدیهی است که در بار اتصال کوتاه روی پی 1. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که توان رو دارید میفرستید. من همون درس هم اصول برای سیستمایی که آقای دکتر یا خانم دکتر اکس بهشون درس داده موجو فرستادم من تو خط انتهاش سلف گذاشتم. خب سلف که توان مصرف نمیکنه چیکار میشه؟ راهی نداره جز برگرده، بسته است محیط بسته مجبوره که برگرده، بنابراین کل توان برمیگرده، یعنی 100% برگشت. یعنی یاد بگیرید که فیزیک قضیه داره اینو میگه، چه مدارباز چه اتصال کوتاه هیچ راهی برای جذب نداره. اگه به شما گفتن که حالا چه نتیجه میگیرید، نتیجه تلویحی، میگه من نتیجه میگیرم زمانی ضریب انعکاس کوچکتر از 1 تو لود، ضریب انعکاس محدوده، این که اکستریم بالاست دیگه، که بار جاذب باشه، یعنی آر بخش مقاومتی امپدانس غیر صفر و غیر بی‌نهایت باشه، مثلا 5 اوم 10 اوم 500 اوم، اینا اصلا که توان مصرف کنن بخشی میگیره، برگشتی دیگه کوچکتر از 1 میشه، برگشتی کوچکتر از 1 میشه. یعنی ضریب انعکاس حواستون باشه میفهمم چه موقعیه که این حالا بحث میکنم. پس این اما این نکته خیلی جذابه. حالا اینو 5 دقیقه صبر کنم تا اینو برسم برای اینکه 4 تا میخوام کامل‌تر کنم. اگه از شما بپرسن این سوالی که معروفیه که مطرح میشه، در چه حالتی ضریب انعکاس 1 میشه 100% برمیگرده؟ در چه حالتایی؟ دو حالتش که بررسی کردیم دیگه. چه حالتی بود؟ آره خب خط بدون تلف که رو 1 نیست، رو کوچکتر یا مساوی 1. در خط بدون تلفی که بارش چی باشد؟ آره بارش اتصال کوتاه باشه مدار باز. اما من دانشجوی فارغ التحصیل کلاس ریاضیات مهندسی هستم دیگه. ریاضیات اصلا 1 2 این رابطه زد منهای R0 رو زد به علاوه R0 صورت مسئله از شما پرسیده که آقا در چه حالتی این عدد 1 می شود؟ یکی اینه که زد بی‌نهایت باشه، یکی اینه که زد صفر باشه فیزیکالش. اما دو حالت دیگه هم داره. بله؟ نه حواستون باشه. چرا من رو R0 بحث نمی‌کنم؟ بله؟ باریکلا. چون از بازار خریدی R0 50 40 هر چی نشدی مشخصه. R0 رو من حالا امکان داره بگید آقا من حالا رو R0 هم بحث کنم میرم R0 خطی با اون R0. نه اینطوری نیست. R0 چون کابل های موجود در بازار R0 های مشخص دارن. من همین امروز تو زنگ سوم صبح اثبات اینو میخوام کنم تو کلاس خودم که R0 های رایج چرا 50 من تو اون کلاس درس میدم. اینطوری نیست که تو بازار هر R0 پیدا بشه. اصلا طراح این کارو نمیکنه. تمام دنیای فرکانس بالا همشون R0 50 اومه. حالا فقط توی کاربرد تلویزیون از حدود 100 سال پیش 75 هم اومد تو بازار، ولی تعداد R0 های موجود در بازار به عدد انگشتای دست هم نمیرسه. تعداد بازاری الان اگه فرکانس بالا رو در نظر بگیرید مطمئن باشید که فقط 50 اوم. اصلا بازار برید فقط خط 50 اوم دارید. بازار معنی حالا بازار تهران نیست، بازار الکترونیک فرکانس بالای دنیا رو دارم میگم. برای حواستون باشه من اگه رو R0 خیلی بحث نمی‌کنم، رو این فرض می‌کنم مثلا عدد 50 رو این بحث می‌کنم. پس این تو ذهنتون باشه. این صفر در نظر کنید. اینا مثلا شبیه مثلا یه عددی بذارید مثلا 20 اوم. اون عدد فیکسه، ولی برای معادله زد منهای 20 تقسیم بر زد به علاوه 20 هم من غیر از این دو تا ریشه دیگه هم دارم. بله.
چی؟ اینجا کافیه قرار بدم jx. من میدونستم دوستان j3 منهای 1 تقسیم بر j3 به علاوه 1 اینم 1. درسته؟ اندازه شما این نشون میده که هنوز من ذهنم تو حل معادله همش دنیا ریله. توضیح عدد مختلفه. عدد مختلف اگه این 50 باشه مثلا j10 j100 منهای j40 هر چی باشه اندازه 1 میشه. درسته؟ یعنی 4 حالت وجود داره که موج 100% برمیگرده. چه حالتایی؟ یک. احسن. سلف، خازن، اتصال کوتاه و مدار باز. سلف، خازن. حواستون باشه هیچ کدوم از این 4 حالت بخش حقیقی محدود ندارن ها. سلف خالص، خازن خالص، اوپن سیرکت و شورت. یعنی اگه بنویسید مثلا 3 به علاوه j10 این ضریب انعکاس کوچکتر از 1 میشه. حواستون باشه پیور ریاکتانس خالص. پس امیدوارم از این بعد وقتی معادله رو حل میکنید جامع ترین شکل معادله حل کنید. حل این معادله این تو ریاضیات مهندسی من عدد مختلفی نمیگفتم. این تبدیل رو فاصله بین z و r صفر معلومه که هر عدد مختلفیه. سوال من تو درس ریاضیات مهندسی این بود. این محور x، این محور y، اینجا مثلا عدد r0، اینجا منهای r0. سوال من این بود مکان هندسی نقاطی رو بگید که فاصله از این دو نقطه یکیه. کجاست؟ سوال رو یه بار دیگه میگم. ببینید r0 یه عدد حقیقی است دیگه، مثلا 50. اینم منهای 50. z منهای r0 یعنی فاصله از این نقطه. z به علاوه r0 یعنی فاصله از این نقطه. مکان هندسی نقاطی بگید که فاصلهش اینجا و اینجا برابره. این که درس دبیرستانه، درس راهنمایی شدم. کجاست؟ این عمود منصفه دیگه اینجا. این میشه اتصال کوتاه، این میشه مدار باز، اینم میشه سلف، اینم میشه خاصه. یعنی یه ذره فکر می‌کردیم کاملا از نظر هندسی هم حل معادله بدیهی بود. یعنی حل معادله. برای یادتون باشه انتهای خط اگه شورت باشد ضریب انعکاس ولتاژ جریان دامنش یکه، ضریب انعکاس توان یکه. اتصال کوتاه باشه همینه، مدار باز این باشه اینش، خازن باشه همینه، سلف باشه همینه. نه بار خازنی که رزिस्टنس هم داره، خازن خالص، سلف خالص یا اتصال کوتاه و مدار باز. چراییش هم گفتم دیگه. چراییش اینه که خازن وقتی انتهای خط میذارید، خازن که توان جذب میکنه، توان متوسطی که خازن صفره، هر چی بدید مجبوری که لاعلاج عینشو برگردونه. 1 وات میدید و 1 وات پس میده. بعد ریفلکشن کامل اتفاق میفته تو این رابطه. بنابراین رابطه داره میگه که چه موقع من یکم، چه موقع من صفرم. حواستون باشه فیزیکالی هم بحث کردیم دیگه. گفتم بحث دیگه توی پشت تخته هم هستیه. اندازه گاما در ساختار پسیو یکه. دیگه پسیوی نیستم. اگه طیف محدودی از دوستان رفتن خواستن داخلی ترانزیستور مدارات فعالم اونجا آنالیز کنم، شاید تو حالاتی بشه ضریب انعکاس رو از حالت کوچکتر از 1 تخطی کرد، ضریب انعکاس رو 2 هم بشه مثلا. اون حالتی است که تو ساختار اکتیو توی حالت خاصی پیش میاد، شرایط خاص. بنابراین تو بحثی که ما داریم نوعاً ضریب انعکاس دامنه کوچکتر از 1 چه موقع 0 میشه، چه موقع 1 میشه و چه تغییراتی داره که پشت تخته دیدید که رابطهش با فاصله چیه کاملا دیده میشه. پس این رابطه نقره‌ای داره این رابطه رو با هم اشاره میکنه. هم حالت تلف دارش، هم حالت بی اتلافش. خب و بازم روی این بحث‌های زیادی خواهیم داشت. پس بریم کلا روی بحث کنید که سایر کاربردها و ویژگی‌های این رابطه چیه. بریم سراغ رابطه طلایی. شروع کن دوست عزیز. یا خانم مهندس شما. آره. رابطه اونجا تو تخته است. من بقیه رو پاک کنم که مشخص بشه خیلی. روی این رابطه دارم بحث میکنم روی این قسمت. خب بگید که این رابطه است که امپدانس یه نقطه رو بر اساس امپدانس نقطه دیگه میگه. علل خصوص امپدانس ابتدای خط رو بر اساس امپدانس بار میگه. اما چیا توش دخالت داره؟ میگید که یک امپدانس یه نقطه رو بر حسب as a function of
زد ال. حالا البته داخلش آر صفر هستش یا زد صفر، گاما هستش، طول خط اثر داره، رابطه‌ای که موثره دیگه. متا این دوتا اینا ذاتی است گفتیم، یعنی خط مشخص باشه دیگه باشه. طول خط هم که حالا معلومه که اثر داره. الان اینجا وای بذارم دیگه. لنگث. رابطه اینو میگه. رابطه کاملا جنراله، تو محیط انتقال هم نشون میدیم کاملا معتبره. این حالت نسخه بی اتلافشه. به دو نقطه میتونه دلخواه باشه، یعنی هر نقطه، یعنی وای بین 0 تا ال. خانم من انتظار دارم که مثلا اگه وای 0 باشه یعنی چی وای 0؟ آره وای 0 یعنی من رو خود لود دارم اندازه‌گیری می‌کنم، بعد زد ال به دست بیاد. یعنی این چک پوینت دیگه، یعنی اون گفتم بحثا رو انجام میدید وای 0 باید زد این بشه زد ال. حتما ببینید که درسته. تانژانت هیپربولیک 0 0 دیگه، بنابراین زد باید اینطوری باشه، یعنی اندازه‌گیری روی بار، اندازه‌گیری روی بار انجام میشه. نکته بعدی اینه که اگه خط های لاس باشه، لاسی، خطی که تلف زیاده یعنی چی؟ حالا تئوریش یعنی که اگه بخوام حد اکستریم ریاضیش بگیرم، این نه خطی که تلفش بسیار بسیار زیاده از نظر ریاضی باید چه حدی رو بگیرم تو اینجا اعمال کنم؟ این تو کدوم کمیت دارم مانور میدم؟ آره آلفا رو به سمت چی میل میدم؟ بینهایت. به جای آلفا میتونم چی رو به سمت بینهایت میل بدم؟ به جای آلفا میتونم بارگاه شاید به جای آلفا میتونم همین چند لحظه پیش تو این پایین تخته نوشتم، به جای آلفا میتونم وای رو سمت بینهایت. چرا؟ چون آلفا وای کنار هم تر، درسته؟ گفتیم خط طویل طرف داره. برای چه آلفا کوچیک باشد وای زیاد، چه آلفا بزرگ باشد وای کوچک، چه آلفا وای، درسته؟ ملاک آلفا وای، آلفا وای خیلی بزرگتر از یک. حواستون باشه این جمله، این اسم این کمیت که دو تا ضرب میشن دارم چی نوشتم اونجا بودم بحث میکنم، کسی یادش موند؟ اس چی بود؟ یادم رفت نه؟ اسکیلینگ بحث میکنیم که آلفا 2 برابر بشه به ازای 1 وای، آلفا 2 برابر شدن مثل وای 2 برابر شدن. اسکیل یعنی مقیاس میشه عوض کرد. بودی بحث میکنیم. البته من برای بتا وای صراحتا نمیشم ولی برای آلفا وای هم همینطوری هستش. خب حالا آلفا وای مثلا خیلی بزرگ کنم، مثلا آلفا وای اپروچز تو اینفینیتی به سمت بینهایت میل کند، چه میشود؟ درود فراوان. آفرین. خبر داریم که تانژانت هیپربولیک آلفا وای این حد امیدوارم بدونید دیگه. تانژانت هیپربولیک میدونید که به ایمیجینیش کار نداره. اگر ریلش عدد بزرگی باشد خیلی جالبه این عدد به سمت بی‌نهایتش 2 هم باشه به شدت نزدیکه. نیاز داره بی‌نهایت یعنی معنی 100,001 میلیون. عدد 3 4 کاملا کفایت میکنه این عدد به شدت نزدیک باشه. ولی حالا فرض کنیم بی‌نهایت دیگه. تانژانت هیپربولیک وقتی ریلش این ریاضیات درس ریاضی کجا درد میکنه؟ اینجاست. مثلا بنابراین اینجا این عدد میشه 1، این میشه 1، صورت مخرج با هم برابرن، زد وای میشه زد صفر. چند لحظه قبل اینو دیدیم درسته؟ کجا دیدیم اینو؟ گفتم که یه خطی که طویل باشد موج میره میرسه انتهای خط چیزی بر نمیگرده، ضریب انعکاس میشه 0 دیگه، ضریب انعکاس میشه 0. اینجا این رابطه میگه که زد میشه زد صفر، درسته؟ همونجا گفتم خط طویل تلفدار امپدانس ورودی زد صفر، این همونه دیگه، شکل دیگه. یعنی میخوام بگم که روابط اطلاعات دارن تایید میکنن اطلاعات قبلی رو. پس حواستون باشه تکرار این بحث دیگه. در خط طویل تلفدار این زد صفر و گاما، اینجا امپدانس ربطی به فاصله نداره، همیشه زد صفره. خط طویل تلفدار یعنی به اندازه کافی از بار فاصله داریم. پس اینجا این وای باشه، آلفا وای خیلی خیلی بزرگتر از 1. ممکنه اینجا 5 سانت باشه ولی آلفا خیلی بزرگ باشه.
در صورت آلفا وای خیلی بزرگتر از یک باشد امپدانس میشه زد صفر. هرچی هم یا اینور دیگه فرق نمیکنه، این زد صفر میمونه. پس این رابطه تایید کرد. بله مثلا اگه آلفا صفر باشه بعد رفع پا می‌کنیم. چی؟ اگه آلفا صفر باشه وای بینه. بله حواستون باشه. یه نکته من چون برصد کلاس ریاضیه جوریه، حواستون باشه بعضی موقع تو روابط به جای اینکه تو اینجا مانور بدید خط طرفدار اول رفع پا کردیم برای بی طرف، اینو بس بدم رو این بحث می‌کنم دیگه. بله این خط بی طرف اینه. حالا بهتون میگم کاملا درسته. بعضی موقع چون ابهام پیش میاد، ابهام ولی رفع پا می‌خوام کنم. چرا رفع پا کنم؟ رابطه بی طرف رو دارم، رابطه خط بی طرف رو دارم. خب برای من تانژانت گروه گفتم به یک میل کرد، پس اون رابطه برابر شد. و معنیش اینا، و معنیش اینه که وی منفی صفر شد. اسم دیگه این بود دیگه. یعنی وقتی که تلفات زیاد می شود، همین اسمی که خطی که رسم کردم اینطوری، اینا وی مثبت داره میره یه مقدار برگشت داره، آبیا برگشت. وی منفی دیگه نداره، میشه صفر شد. آبیا وی منفی دیگه صفر. خط طویله دیگه، خط طویل طرفدار. امپدانسش میشه زد صفر، وی منفیش میشه صفر، موج میشه یک طرفه، یعنی فقط میرود دیگه، برگشتی در کار نیستش. اصطلاحاً الان بعداً اسم تراولینگ به این میگیم دیگه، موج متحرک، سیار. تراولینگ موجی که بره و برگشتی نداشته میشه موج سیار. برگشت بخوره بهش میگن موج ساکن. اثبات هم میکنم حالا چرا موج ساکن هستش. برای این رابطه وقتی تلف داره این نکاتو داره میگه. خب حالا من اینجا روی بعضی از عوامل بحث کردم. خب اینم دست منه، زد ال. گفتیم که یه تابلو داریم پشت تخته نوشتم، تابلو چجوری بحث کنیم؟ یه پارامتر دارم اون نقش ببینم. مقادیر اکستریم ولیو. زد ال چند بذارم؟ صفر. زد ال صفر یعنی چی؟ یعنی زد ال صفر یعنی چی؟ یعنی یه کابلی به من دادن، این کابل واقعا کابل معمولی، کابل با همین کابلو اومدم انتهاش شورت کردم، دو انتهاش. حالا روش ابتداش دارم مطالعه میکنم، انتها رو شورت کردم، ابتدا رو مطالعه میکنم دیگه، روی اتصال کوتاه بحث نمیکنیم. بنابراین یکی از بحث‌های ما اینطوریه. اگر خطی داشته باشید این خط انتقال چه واقعی طرفدار چه ایدئالش اینجا شورتش کنید، اتصال کوتاه. این در فاصله وای امپدانس ورودی میشود، این چی میشه؟ خب این به سمت صفر بره، این به سمت صفر بره، این زد صفر میره، میشه زد صفر تانژانت هیپربولیک گاما وای. چه میگوید؟ چند لحظه صبر کنید میفهمید چی داره میگه. زد صفر تانژانت هیپربولیک. این البته میبینید که یکی جور جلسه روی مانور خواهم بود برای ساخت سلف خازن از این رابطه استفاده کنیم. واقعا سلف خازن‌های فرکانس بالا رو از این تکنیک استفاده میکنن. خب یه بار دیگه مدار باز میذارم اوپن سیرکت، انتهای همون کابل. دوستان حساب کنن قبل از این بنویسم چی میشه الان؟ امپدانس ورودی چی میشه؟ حواستون باشه. امپدانس ورودی رو وقتی که لودش اتصال کوتاهش بگیم زد اس سی نگید آقا اینجا اتصال کوتاه انتهای خط من اینجا میجر میکنم. این معنیش اینا امپدانس نقطه مفروض وقتی لودش شورت، این ریفر میکنه به لود ها. وقتی میگیم زد او سی یعنی امپدانس در نقطه وای به شرطی که انتها مدار باز بشه. خب چی میشه دوستان؟ زد صفر کوتانژانت هیپربولیک. خب ادامه بدیم حالا بحث رو. گفتم که بخوام بحث کنم ببین چی میشه. من دو تا رابطه دارم، یه دو تا رابطه رو کنار هم بذارید کوپلش کنید با هم. چی میگه؟ ببینم میتونید یک روش قشنگ اندازه‌گیری رو پیشنهاد بدید. خب چی؟ بارکالله. واقعا این دنیای عمل استفاده میشه. این کابل رو من دادن روش نلاشه 50 که نمیدونم اصلا ننگ 50 اصلا میخوام دقیق ببینم حالا 48 علاوه جی دو اوم فیزیکال 50 که تقریبا دیگه میخوام حساب کنم. میگه این کابل رو بردار یه بار شورت کن، امپدانس ورودیشو بخون، یه عدد مختلفی بشه اینجا، یه بار دیگه باز بذار اصلا رها کن، دوباره امپدانس بخون. اگه دو تا رو در واسطه هندسی حساب کنیم میشه زد صفر. یعنی روش اندازه‌گیری زد صفر اینطوریه، واسطه هندسی امپدانس در حالتی که
شورت باشد و اوپن باشد. این یکی از پارامترهای ثانویه است. اون یکی هم میتونم حساب کنم. پارامترهای ثانویه چی بود تو خط؟ گاما زد صفر. پارامتر ذاتی است. گاما رو چی تست میکنم؟ تقسیم میکنی. ضرب کردی زد صفر دست اومد، تقسیم کنی گاما به دست میاد. تانژانت هیپربولیکش دیگه. بنابراین ادامه بحثا میگید که من زد صفر واسطه هندسی زد اس سی و زد او سی اومدم تقسیم کردم بر هم. طول خط رو دارید دیگه، برای تقسیم کنید، به جای این دات اسلش بذارید، گاما به دست میاد. البته حالا خواهید دید رو فاز بر اساس لاندو و ولباندوی ابهام داره که اونم راحت برطرف کنیم. بنابراین با این روش من میتونم سکندری پارامتر رو تست کنم. گاما وزن صفر بس میتونه به دست بیاد. این خیلی قشنگ رابطه داره، میگه که من میتونم به شما پس زد صفرم عرضه کنم اگه خواستید دقیق اندازه‌گیری کنید یا خط یه شخصی شما داده میخواید اندازه‌گیری کنید. حواستون باشه من اشاره کردم وقتی کابل از بازار می‌خرید زد صفر معمولا 50 اومد. این برای کابل. اگه شما مدارات الکترونیکی مدار چاپی داشته باشید دیگه خط انتقال یعنی فاصلش 8 سانت 10 سانت اینجا زد صفر میتونه دلخواه باشه، تنوع خیلی زیاده. مثلا 10 اوم 15 اوم هر عددی هست میتونم بسازم از فاصله امپیدنس‌های خیلی کم تا خیلی زیاد. برای خطوط داخلی مدار چاپی که در اندازه کف دست یا کوچکتر یا حتی چیبش اندازه یک سر انگشت خط هزار تا خط انتقال دارید ولی کل طولش اوردر سانتی متر و ایناست. اونجا دیگه این عدد دلخواه ها. تو اونجا اگه میخوای میجر کنی روش خیلی کارآمده. ببینید شما منظورم که امکان داره شما بپرسید که آقا زد صفر که مشخص بود شما گفتی 50. این برای کابل ها و خطوط انتقالی از بازار تهیه میکنم. اما وقتی چیپس میخوام مدار چاپی طراحی کنم، مدارات فرکانس بالا خودم بسازم اندازه کف دست به عنوان فرستنده، گیرنده، فیس شیفتر، فیلتر، آنتن فلان، اونجا زد صفر تنوع خیلی زیاده. این روش خیلی کارساز میشه. حالا من رو جزئیات اینم باز تو کلاس سومی که دارم زنگ سوم اونجا بحث می‌کنم، ولی خواستم بگم که آدرس من این رابطه‌ها خیلی فوق‌العاده اینفورماتیو، بار فوق‌العاده زیادی داره رابطه. پس میتونید روی این بحث کنید ببینید چی میشه. پس این رابطه چه حالت لاسیش واقعی، چه حالت بی‌طرفش. بذار حالت بی‌طرفش هم بحث کنیم، شما بحث کنیم دیگه. این حالتو این رابطه رو تو حالت بی‌اطرافی که دوستان بگه چی میشه. آلفا به سمت صفر بره رابطه چی میشه؟ زد او سی گفتی به جای زد صفر بهتره چی بذاریم؟ آر صفر. تانژانت هیپربولیک گاما وای که دست من نیست، گاما چی میشینه جاش؟ جی بتا. تو ریاضیات خوندیم که تانژانت هیپربولیک جی تی میشود جی تانژانت مثلث دی، بنابراین اینجا میشه جی آر صفر که عدد حقیقیه تانژانت بتا وای. ببین همه این کمیت آر صفر بتا وای همشون کمیت های حقیقت و همش هستون مستقیم اتفاقا آر صفر و بتا و وای. این زد اس سی زد او سی میشه چی؟ منها، چون کوتانژانت منها هم داره دیگه. کوتانژانت هیپربولیک جی ایکس منهای جی کوتانژانت ایکس. حواستون باشه آر صفر بتا و وای هر سه تا. حالا این مساوی میذاریم که پایینیش هم تو اگه دی سی بحث کنید، ولی خب صفر که اصلا یعنی دی سی محض دیگه نداره. خب اینجا چی میگه دوستان؟ ادامه بحث. حالا این چون دیگه مفصل در بحث کنم خیلی وارد چی میشم. بله آره امپلاس مهمی مال چی درسید تو درس مدار چه المانی رو میگفت؟ آره این دیگه برمیگرده میگه که الان دیگه من یاد گرفتم سلف بسازم، یه خط انتقال از بازار گرفتم، خط انتقال واقعی، خط انتقال کیفیت خوب داره دیگه، آلفاش خیلی ناچیزه، یعنی روابط تقریبا خیلی خوبیه، آرسه حدود 50 اومه اینا رو دارم اینا. میگه که این خط از بازار میخرم به کلاف آوردم اینجا میگیرم طول تحویل خانم مهندس میدم و همین داره این حساب میکنه. میگه که من نیاز دارم میخوام یه سلفی بسازم، فرض کنید فرکانس مثلا هست 1 گیگاهرتز، میخوام سلف بسازیم. میگه امپدانس سلف هستش J2P 10 به توان 9 L. حالا L هم فرض کنیم مثلا میخوام چیز بسازیم مثلا 1403 دیگه نه، 1 403 نانوهاری، درسته؟
چرا من عدد رو میگم؟ به خاطر اینکه میخوام تاکید کنم این روش اصلا نیاز به سلف خازنهای استاندارد و روند نداره. 1.2 1.5 1.8 الی آخر، هر عددی بخواد باشه. اینجا قرار میدم ضرب در 1/403 ضرب بر 10 به توان منهای 9 اوم. این امپدانس سلف. خب میگه که امپدانس اتصال کوتاه اینه، بنابراین به جای سلف میخواید این سلف رو بسازید، این سلف از بازار بخرید. میگه کاری نداره، خطی که از بازار خریدی 50 اوم، بیا اینجا شو لحیم کن. طول چقدر باشه؟ خب طولش های معادله حل کن. یعنی R0 حالا 50 دیگه، تانژانت بتا وای رو برابر قرار بده با این عدد 2p ضرب بر 1/403 تموم شد. وای به دست اومد. R0 رو بتا رو که دارید، یعنی میتونه با قیچی کردن خط انتهاشو لحیم کنید، سلف دلخواهی بسازید، خازن دلخواه. من یه جلسه یه نیم ساعتی رو این بحث خواهم کرد، فرمول می‌نویسم ولی دیگه خط به کلام بود. واقعا این نشون داد که من از امروز میتونم با کاب ترانسمیشن لاین سلف بسازم. یعنی حواستون باشه کولا که این مسئله سنتز ال و سی با ترانسمیشن لاین میسر است. نگی ما از انجام دادیم، واقعا همین که تمام همه انجام خیلی هم ساده است. یعنی صفر. حواستون باشه اینجا برخلاف فرکانس پایین که خیلی گرون و ناجور در میاد، اینجا جزء مصادیقی است که مثالایی است که طراحیش تو فرکانس بالا خیلی ساده است. نیاز به سری موازی کردن نداره. 1.2 بگرد، اون یکی رو پیدا کن، سری نه، خدا هر عددی میخواد باشه. من طول خط رو جوری قیچی میکنم، تعیین میکنم که مقدار امپدانسش با امپدانس این برابر باشه. یعنی یه ترانسمیشن لاین دارید، ممکنه طولش 5 کیلومتر باشه، از دید این دو نقطه آ و ب معادل سلفه. این نقطه آ ب اینا اکویوالنت، همترازن. پس این وای رو جوری تعیین کردم. حالا اگه سلف عوض شد انگار طول خط زیاد میکنم. بنابراین شما میتونید با این روش سلف و خاص با هر رابطه پایینی هم همینطوریه، فرقی نداره. من چون نیم ساعت رو این بحث خواهم کرد، اینجا رها میکنم، استاپ میکنم تو این جا که حواستون باشه. پس این رابطه خیلی ادامه داره، این بحث که انجام خواهیم داد. یعنی رو ZL میتونید بحث کنید، رو Y میتونید بحث کنید، رو تلف میتونید بحث کنید. خیلی انقدر بحث داره این رابطه طلایی که حد نداره. خب بذار حالا یه بعد دیگه رابطه رو بحث کنم من. خب تو این رابطه پرسیدم اگه وای رو بذارم صفر چی میشه؟ وای صفری که دوستان گفت یعنی چی؟ روی رو لود، یعنی باید امتحان کنیم. وای صفر گذاشتیم دیدیم زد ال به دست اومد دیگه. وای بی‌نهایت هم گذاشتیم که دوستان گفتن چی میشه، درسته؟ حالا میخوام دو تا مورینیو عدد خاص رو بررسی کنیم چی میشه. یک تانژ، این اولا دقت کنید اینجا برخلاف اون رابطه‌ای که دارید دقت کنید. اگه خاصی رو این بحث کنید میگید یک، این رابطه برای خط کم ایدئال شد، دقیقش برای خط بی تلفه. با تقریب تو خیلی از خطوط خوب استفاده می‌کنیم، در خیلی از خطوط خوب استفاده میشه. امپدانس نقطه دلخواهی رو بر حسب امپدانس بار، طول خط و پارامترهای ثانویه یا ذاتی خط به شما میده. اگه اونها رو داشته باشید امپدانس کاملا مشخصه. حالا دیگه وای صفر باشه اینو بحث کردیم، حالا دیگه زد ال بی‌نهایت باشه بحث کردیم، حالا دیگه زد ال صفر باشه بحث کردیم. حالا دیگه زد ال سلف باشه چی میشه؟ صفر. حالا سلفا اگه زد ال سلفی باشه چی میشه؟ یعنی اینجا باشه JX، اینجا هم باشه JX. همه صورت J داره، اینجا هم J داره، درسته؟ این J حذف شد دیگه. امپدانس اینجا میشه مهمی محض، نه؟ یعنی داره میگه حواستون باشه اگر امپدانس انتهای خط J باشد اینجا هم J فلانه. J حالا X دیگه. یعنی به محض اینکه انتهای خط بله به محض اینکه انتهای خط رو سلف بذارید، ابتدای خط رو بیا سلف خازنه. البته باز دانشجو یه ذره فکر کنه میگه این بدیهیه. چرا بدیهیه؟ بذار بگم بهتون. میگید که خط انتقال مگه این نبود؟ ترکیب اینا که نمیدونه خازن به حتما یا سلف یا خازن، بستگی داره که این بچربه یا این بچربه. اینا امپدانس رو حساب کنید، حتما J داره دیگه. سری این دو تا موازی، این دو تا آخر سر J فلان، درسته؟ ترانسمیشن لاین دیگه دارم کات میکنم. یعنی میخوام بگم حواستون باشه غافل نشید از اون مدل جلسه اول درس ها، مدل خط انتقال. یعنی گیر کردید، خیلی قشنگ این داره جواب میده براشون. انتظار داشتم. پس اینجا به جای این قرار بدید JXL، از یه فاکتور بگیرید، اینجا قرار بدید JXL، این که این حقیقی مخرج حقیقیه، صورت J داره، پس بنابراین میشه JXY. باز هم جلسه بعد دیگه، الان جلسه وقت نمیشه، اینی که امپدانس موهومی باشه یا حقیقی باشه تو مدار چه فرقی میکنه، چه رابطه‌ای داره، الان میریم، نگران نباشید.
اگه مداری امپدانس ورودی حساب کردی شد جی 10 اوم، چی میگی تو درس مدار؟ اگه حساب کردی شد بست خود 10 اوم چی میگی؟ آره بارکالله. اگه امپدانس 10 اوم شد من پیشواز و پسواز بدم کنار، میگم که اینجا توانی جذب نمی‌کنه. درسته؟ یکی از نتایج درسته؟ یعنی من مطمئنم هیچ نقطه این خط توان منتقل نمیشه. مثلا وقتی انتهای خط خبر بیاره من اون بدونم اون انتهای خط چیزی توان نمیگیره، مثل این که حالا تو لحظه اولی زر فرق میکنه. یه سیستمی در نظر بگیرید، یه سری افراد اینجا وایسادن، ما یه خیریه از پول میدیم، این $10 به اینش میدم، $10 رد میکنه به بعدی، همینطوری این نفر بعدی این توان رو میگیره، این 10 واحد میره، آخر سر میگه آقا من نمیخوام، برمیگردونه دوباره 10 واحد برگشت. کلش ضریب نکاس که امپدانس مهمی محض دیگه، توانی منتقل نمیشه، نت پاور صفر. $10 دادید تو هر نقطه عین $10 بهشو پس میده، 10 وات توان میدم، 10 وات برمیگردونه. مدار سلفی خازنی اینه به ما گفتن، اگه ساختاری سلف داشته باشه هر توانی بدی برمیگردونه. خازن هم اینطوریه، فرقی نمیکنه تو کدوم نقطه خط باشد. بنابراین روی توانش هم بحث خواهیم کرد جلسه بعد، حالا این اشاره میکنم. بنابراین این جمله رو داشته باشید. فقط آخرین سوال مطرح میکنم، به جلسه بعد جواب میدم. این آقای خاص یه طول خاصی خیلی قشنگه، اگه گفتن دیگه روی این جمله بحث کنید میگید که حواستون باشه یه فانکشنی نوشتم رو بالای تخته امپدانس رو برای این میگه، اما حتما بنویسید. دوست عزیزمون قشنگ گفت تانژانت رو به سمت 1 میره، اینجا دیگه اون جمله نیست، تانژانته. میگید اما قشنگه اگه بدونم بتا وای یه حالتی پیدا میشه تانژانت میشه بی‌نهایت. چه موقع؟ پی دوم. جلسه به این خط میگه خط جادویی ماجیک، خطی که بتا وایش میشه پی دوم. اسم بتا وای چی بود روز اسم گذاشتیم؟ الکتریکال لینکس. اگه خطی 90 درجه باشه خط 90 درجه بشه خط جادویی که جلسه بعد بحث خواهیم کرد ببینیم چی میشه. من همینجا توقف میکنم. چیزی که الان گفتیم در واقع مروری از مباحث قبلی به اضافه بحث‌های مختلفه. یعنی من رابطه‌های جلسه قبل رو نگه داشتم، فقط نشستم حالت اکستریم بی‌نهایت برود، صفر بشود، حالت خاص بشود، چه ارتباطی برقراره، چه میگوید، واحدش چیه و روی نهاد بحث کردیم. امیدوارم این روش رو اگر من جایی کوتاهی کردم خودتون ادامه بدید، برید جلو ببینید نتایجش چیه.